إسرائيل جي حرم كردستان بهزك السركة دشار لدجي داعش ده زانين و دخواست کو سرخوبون سیاسی به حرم کردستان بداین. بالگوز اسرائیل لنتوین هفگرتی رون پروسر ده جوین انجمن اولکاری ده یاسر به نتوین هفگرتی راگهاند کو کرد هزا سرکن کل دجی داعش شاردکن و دخواست کرد کو پشگیری سرخوبون وان یا سیاسی بکرن. ده جوین انجمن اولکاری ده کو تایبت بو بر روشا کم نتوین رجلات ناوین هر پنج ولات مزن اونونرین شستک ولاتان ده بشدار بون. هفدم ده جوینه ده اندام کرد نزیدی ده پارلمان عراق ده ویان داخل جی گوتارک پیشکش کرد و ده گوت ام تنقر کرن و جبر گوتارا و بشک جو آماده بویان دست بگیری کرن. داخل بحث رواندن کچه نزیدی کرد که لسر دست داشت کچه که نزیدی به $18 هاتیه فروتن. جالی خوبه وزیر در و اسپانیا خوسه مانویل مارگاریو راگهاند کو پیوسته کارک جبر راوستن ناوان کریاران بکرن. دیپلماتکار عراقی سرحد سردار جرودا و رگوت که سال 1991 و تجاری ده جوین انجمن اولکاریان ناو دولتی ده به ویاوی بحثا کردان نهاتیه کرن لی ایرو روژا کردان بود نتوین هفگرتی ده.